درود، چطوری تاج سر؟ خیلی خوش اومدید با یه ویدیو دیگه با من. و توی این ویدیو اومدیم بریم سراغ گیم فورتنایت با سیزن جدید. یه خورده دیر گذاشتم ویدیوشو، وگرنه من این سیزن رو داشتم پلی میدادم. امیدوارم که ازش لذت ببرید. حالا تا جایی که میدونم خیلی انتقاد شده از این سیزن، ولی خب خوبیش اینه که یک ماهه بوده و به زودی قرار عوض شه و سیزن جدید بیاد. قبل از اینکه بریم سراغ شروع گیم، ممنون میشم اگه کانالمون رو سابسکرایب ندارید اون رو سابسکرایب کنید، ویدیومون رو لایک کنید، واسمون کامنت بذارید. عشق منید بدون هیچ معطلی. بزن بریم سراغ ویدیو. لتس گو. خب وارد مچ شدیم با اسکین زیبای شیفو که خیلی اسکین باحالی حاجی، من باهاش حال میکنم شدید، واقعا باهاش حال میکنم. امیدوارم مچ خوبی بشه. لول هم چون بالاست پلیرهای ترای هارد بدی میندازه با ما. خب همون اولای مپ میپریم ببینیم قراره چه اتفاقی واسه همون بیفته. میزنیم میخوریم. خب فعلا که این ور کسی نیومده، سیفه. یه دونه شاتگان. شاتگان واقعا چیز مهمیه، ولی خب این شاتگانه اصلا چیز به درد بخوری نیست. خیلی طول میکشه تا چیز شه. شیلمون هم پر کنیم. خب این از شیلمون. خب اوکی. اون ور تیر میاد، اینو بردارم، اینم به جای این بردارم و بریم ببینیم چه خبره. بعد مرسی، حالا خوب شد. خب بریم. کجاست؟ خب یه دونه. وای در رفت. نوبتر از این حرف. اوکی اوکی. کجا رفت؟ فقط در راج اوضاع خرابه. در شیل. خب اوکی. باید برگردم اونجا چون که شیلدم پر نبود اونجا، رو نباید درگیر می شدم. الان باید برگردیم ببینیم چه خبره. یک دفعه آجید چند تا انمی یک دفعه به ما چیز کردن. او اینا سیه بده.
لوت کمپره. مرسی. خب صدا ماشین میاد. اینجا رو باید بیرون بریم. در خب خب داداش من شاتگان پلیرم. خب بمیر. مرسی. بابا دهنتون سرویس چه چیزایی هم داشتی. خب مرسی. لوت خوبی داد. خدا خیرش بده. بعد کاش به جای نیشیل چیزو برد میداشتیم. میکیتو. بعد بریم. تا اینجا خوب بازی کردیم آجی. بد نبود اوضاع. بارتا رو زدیم. خب از همه طرف صدا تیر میاد. بابا در نرو دیگه پسر خوبه. وای وای حاجی با رایفل زد. باید رایفل میکشیدم ولی اوکی اشکال نداره. برو بریم دست بعدی رو ببینیم چیکار میکنیم. این دست رو بد بازی نکردیم حاجی. خوب بود. راضی بودم از خودم. بریم یه دست دیگه ببینیم دست بعدی رو چیکار میکنیم. خب برو بریم واسه دست بعدی. همون اول مپ پریدیم و کنم یه کمی شرایط ترسناک باشه. اومدم حتی این برم واسه لوت ولی فکر کنم این بر صدای اوکی بهم بده. آره مرسی. همین که ماشین و اینا هم هست خودش چیز میکنه. شیلده رو هم بزنم. وای اشتباهی دستم خورد رو دهنتو سرویس. اشکال نداره پیش میاد. حتما باید کیبورد رو بگیرم. خب بات به طرف. کیبورد رو حتما باید عوض کنم چون که واقعا داره اذیت میکنه. خب اوکی خوبه. شیلدمون رو اینجا میتونیم پر کنیم. بعد اینو هم بزنیم. اینو هم برداریم. نیاز به یه دونه شاتگان دارم واقعا. اوه مرسی. چه شاتگانی هم داد. اوکی واقعا لوت خوبی بود. بریم. ای بابا اینجا. بریم اینجا ببینیم چه خبره. چه برای من داری ای مارکوپولو. خب چه شاتگانای خوبی هم داره میده دهن سرویس. دفاع
اوکی. اوه اوه، اون ور چه فایت سنگینیه. یکی چیز شد. اوکی. بایست. نه. وای خیلی بد زد. اصلا نذاش من تکون بخورم آجی. دست خوبی نشد. دست قبلی رو هم خیلی خوب بازی کردیم و اینکه شانس با اون یار نبود دیگه، و اینکه چون صاف و ساده میذارم. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید و اینکه اگه دوست داشتید حتما جوین چنل تلگراممونم بشید. عشق منید و تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا نگهدار.